یک ذره بیادر کلان تی هست دیگه نه؟ باز دوم تو هستی نه؟ مامایشون است و من میگم کلان است. ها ما حالا مادرش میگه نیک. این بچگک نام خدا و شیار ایره من اونجا خبرش میگیرم سر کارت باشی خب؟ سیس مکتب هم برین بخیر باز انشالله ما در خدمت هستم بخیر انشالله که همکاری و کمک میکنیم سیس سیس بچه مکتب ایره زیاد دوست داشت دلش پرسه بیادر گریه میکنه پشت پدر که دلاسای از بسیار برمون مشکل است. چی میگی؟ خیره بچه خیره خیره بچه واقعا سخت است خدا هیچ کس را به پدر و به مادر نسازه و هیچ خیره بچه من ما هستیم خوب مامایت هست کاکایت هست انشالله خبرت میگیریم خوب دیگه او را خدا ببخشه فقط دعا کالا تو گریان کنی باز اون آرام میشه بچه یک ذره سلام برسم وطنای عزیز خدا کنک جور و سلامت سرحال باشین با تاسف که اطلاع حاصل کردیم کاکا نور محمد یکی از هموطنای ما که دچار مشکل اقتصادی بود و برنامه گذشته شما دیده بودین یکی از همسایش برای ما پیام کرد که جان به حق تسلیم کرده و او هم از ناچاری و از بدبختی روزگار فعلا ما به مو طرف روان هستیم و قسمی که تلفنش زنگ زدم بچگک سورداشت و گفت که از خانه که بودیم ما را جواب دادن کوچکشی داریم جای دیگه خانه را انتقال میتیم دیگه ما دستای کارتی نو هستیم میریم یک بار از نزدیک ببینیم چی حال احوال دارن و برای کاکو نور محمد هم بیشتر برین میخوایم طفلکای بسیار نازنین خرد داره امیدوار هستیم که یکی از هموطنای ما پیدا شد و ماهانه بر از اونها یک چیزی کمک کنن که حداقل روزشان بچله چون طفلکای 8 ساله و 9 ساله بیشتر نیست و سرپرست دیگه هم نداره یک بار شما برین کوتاه تصاویر گذشتهش ببینین انشالله باز ما در جایی که رسیدیم بر شما برنامه را پیشکش خواهد کردیم کودکش نمیداند پدرش این گونه اشک ریخته است.
و به دنبال بازی خودش هست. اشکهایش را پاک کرده با رسیدن به منزل تا درد قلبش را از اعضای خانوادهش پنهان کند، ولی همه غمها را چشمانش حکایت می‌کند. این بدبختی و عذاب روزگار در گوشه های اتاق این منزل هم دیده می شود. باشی چی میکنی؟ نه نفتا میکنم کاکا. خو کاکا چیز ندارم من. هیچ چیز نیست. همین مال حالت همی هست. آی تو فقط اینمی نان است که برای تفلکو. چی میکنیم پختم کنیم خلاص آردم نداریم هیچ چیز نداریم کاکا. او را ماردم میخریم چای دین روز فروختیم در دکان رفت آرد آورده چیز نیست کاکا. حتی شریک زندگیش هم نمیداند که او از چه راه مجبور به یافتن نفقه به خانواده شده است. یا خود شکر دارم میره که چیز صوبکی میبره در کار این اشتکای من میشم گیرنه از داد میشم صوبکی چاش یوش رو گفتم بکی سودا کنی دیگه. چای خشک از خانه بردین فروختین آرد خریدین؟ 1 کیلو آرد این روز آورد 1 کیلو آرد آورد اینا چای مونده دکان دارم میگن شاید است سودا کنه. چند سودا کنه بشه 200 سودا کرد. این مادر و نان را که میبینین چای خشک از خانه بردن فروختن نیم سیر یا چیز کم نیم سیر یا 1 سیر آرد خریدن. فرزند معصومش که باید چشمانش با رویاهایش تزیین شده باشد شریک این لحظات غم و اندوه پدرش. حاجی خانه گفتی قرض هستیم کرای خانه. ما کرای خانه قرض هستیم پیسه بله برقی آمده رئیس تا گرفتی. در پشت خانه آمده یک مردم گشنه چی است اونم کار میکنه که یا گاز مندازه یا نان میگیره اون اطلاعات میگیره. واقعا دردآور است. خانمش برای کودکانش می آموزاند تا در نبود پدرش سرپرستی خانواده را به عهده بگیرند. نه پدرتان امسال از به سال خدا نکرد چیز میشه شکر میدین روز کم باشه که چپش آمدم چی از پای مینالی از غیر یا شانایش یا میدهش هست یا اینی پایایش هست کمسم پایش کم شده دیگه چی شده. چطور هستی جان کاکا؟ خوب هستی؟ بیا بیشی دیگه چیزی که رضای خداست. خب خیر از گریان نکن بچه‌م قوی باش دیگه انشالله که ما هم تنها نمیگذاریم و تنام. چند روز میشه که پدرت از دست دادی؟ 4 روز. 4 روز. ما رو همسایتان خبر کرد دیگه ما هم نبودیم تیم باشه که بیاییم. کجا بردین کوچه؟ دم نوابت نرسیدم اینجاست. خب دمی 4 روز دکانه کن بسته است دیگه. چی رقم شد پدرت؟ به خانه من خورد چای خورد شو؟ خب
چای خورد نان خورد او خانه آمد افتیده تلویزیون اونجا مانده که یک دفعه افتید پایش هم که چارقه وقت وارد من خوب سعی کرد که اشاره داد که بیا رفتم مرد همونجا جان داد ها شو سلام علیکم استاد جان جور هستین بخیر صحت شما خوبه خیر خیرتی است بخیر هستید تسلیت به خودت هم باشه کوکو برادر نصیب قسمت خدا خواب کرده واقعیت خدا رسید از جنازه از رفتیم بخی جگرمون ریخت سر قبر خدایش گرفتن نکنستیم 3-4 تا خود درک شما اومد پیش ما اومد بخیر به ما اجازه است من میرم بله گفتم برو رفت یک چند دقیقه بعد شاگرده که من باز خیشای عزیز بله او را زنگ زد که طرف بچه یکی را روان کرد این را روان کرد رفت چند دقیقه بعد زنگ اومد دایی که کاکون محمد فوت کرد و بعد پیشتر قدیما گپ زد از پیش ما رفت دادن نان گرفت که صبح کی پلان ما میز که بعد پوچا موچا پخته میکنیم نان بای میخوریم دیگه رفتیم دفنش کردیم بیچاره را خدا با چقدر اردم شهیدی دیگه دیگه پرسان نکو علاقه خودش گرفته بکنیم مگر نخویش نمیشناسمش اما این رقم آدمی با وجدان این رقم آدمی جوان مرد با این فقیرش یک جوان مرد آدمی که یک آدمی کاکا دیگه بیخی خودش گرفته نمیتونیم خدا بسی والا ما به ایراد بودیم فکر کنم خودت عکس روان کردی یا دیگه کس نه ما روان نکردیم یکی از همسایش شاید روان کرده باشه ما را گفتن به حق رسیده ما هیچ اعتبار ما نمیامد یادم همیشه خبر ما را میگرفت چطور یک بار این رقم شد می اومد قصایت هم میکرد دام میکرد خب گفتم برات که اگر یک مسلمانی مکمل بود بله بله اخلاق یک مسلمان داشت ادب یک مسلمان داشت جوان مردی یک مسلمان با وجود کسایی که در چه حالت قرار داشت بله بله حتی این خانه منزلی سه مربوط ما میشه تفلکای میبرم دیدم اینجا جمع میکرد یا را چای میداد مسافری که یگانی طرف و طرف بیچاره میبود می اومد سعی میکردیم توشک بود انداختگی برادر از خانهش دیگ داشت می آورد پخته میکرد یارم میداد من یگان دفعه میگفتم چرا میگه چطور کنی روزی نمونه را خداوند دینم خودش دور میشید برای از اون میداد میگه بخوری خداوند ببخشش بیا خداوند پاک رحمان رحیم است و خداوند ببخشش برای هموطنای کامل از ما و شما را به خاطر نیم 4 تا یتیمش میبینه چی پیام داری خدا پیامی ما است نظری سه هر کسی که در جایی که از دنیا خود رفتنی است هممون به نوبه خود میریم اما این میره کم 4-5 تا طفل از این ماندگی در خانه کرای زندگی میکنه بسیار یک آدم بیچاره است من یک کاکای عزیزم که دیدم او از یا کرده بیچاره بله بله ما روز اولی فوتش ما گفتم بین نان کار میشه بریم ما خود در خدمتشون هستم نان خشکشان سر ما والا است تا روزی که دینمی جو ما به نام یک نانبای هستم پیام ما به هموطنان مینمی است که دستی نمی بیچاره را بگیرن برای از یا کمک کنن هزار نوع کمکی در دستشون است برای بیچاره کمک کنن چرا دیگه اینو بیکس بیکوی است ای کاش یک برادر کلان می داشت یک سرپرست دیگه در فامیلشون می داشتن مگم هیچ کس ندارن نظری سه فقط این 3-4 کلانش نمیست از این 3-4 تا دیگه خورده است یک مادری بی سواد و بیچاره و یک مادری خانه کرایی در خانه کرایی زندگی میکنن فکر کنم امروز که ما زنگ زدم از خانه جوابم دادهشون جای دیگه از خانه جواب داده بود چند روز پیش دینی پشت سر نانبای یک خانه 3 اتاقه 2 اتاقه ما برای 3000 روپیه کرا گپ زده بودیم قرار بود که دینه میافته از این خانه کوچ میکردن که کجا برن بله که تصادف این حادثه علمناک رخ داد که فوت کرد بیچاره بسیار مردم بیچاره هستن مقصد کمک براشون هر کسی که میکنه خود خیر دنیا و آخرت براشون است قربان دیگه من هست یک دوست برادر تقاضای ما از خودت همی است که این بچگکا وقتی که نمیجا پیش روی تو از دیگه انشالله زیر دستتون باشه انشالله ما هم تنها مثل نمیتونیم بیادر کلان مثل پدر پر بالم در بالایشان انوار کدگی سیاه رقم انشالله بخاری و زاری به هیچ رقم نمیمانم که مقصد سخت است یتیمی سخت است خصوصا در این شرایطی که خانم از خودت نباشه خانم کرایی باشه زمستان سخت زمستان هم این دمی روی خب خودت معلوم است یک خیروار چوب چند است خب هر کسی نمی چیز نیاز است ضرورت است من تخار رفته بودم هر دقیقه مرا زنگ میزد کجاست کجا نیستی چی وقت می آمد بیچاره گفت یکم مریض هستم چه قسم مریض هستی بالای فشار کامپیوتری خودم دارم دیجیتالی اومدم فشار شدیدم 135 در 95 گفتم فشار صحیح است چربی خونش برابر چربی ما است چربی جگرش برابر چربی ما 215 است نمیفهم که به در عجلش رسیده بوده هیچ کس هم آزار ندادن نان خوردن نماز خوانده برادر یک پوف جان بخش پارید اما این یارو را بیخی دیدنش سخت است من خودم سر قبر رفتم خودم کنترل کردم متاسکل داشتم وقتی که ما در لب سرک اومدم یا خب اما بلد هستم
یعنی 4-5 تا دویده پیشم آمدن چه قسم تحمل کنی نزدیک زوف کرده بودم. بالکل واقعا سخت است. این خودت بری دوجا شاید چی حالت سرت بیه. بالکل. اما اجر از این خداوند نصیب میکنه به ما و شما که دستی از یارا بگیری. این دنیا تیر از من میرم تا میری دیگر رو هم میره. پدرای ما بابا و اجدادی ما خو رفتن اما خوشا بالی و کسی که دستی رقم آدم ها رو میگیره در دنیا. اگر میمونی ما میشی نظر سیب چاشت است به خدا و نون میخوریم باز مشکل نداره. با عزت باشی قربانت. ما بچگه که منتظر شاندیم پس باز میایم بخیر. ان شاء الله مقصد خودت هم متوجه باشین. حتما یادت نره. حتما ما هستم در خدمت شما. حتما ان شاء الله چیزی از ما شخصی غیر شخصی ان شاء الله در خدمتش هستیم. بخیر باش. بیا بچم بیا بریم بچه. چی را آوردی؟ بایسکل آوردی؟ خواهی تو پیش شو که همه از پشتت ما بیاییم. صحیح است؟ خب بایسکل خواهی برو اونجا کاکای تا تسلیم کن بگو پیشت باشه بگو پس ما میاییم. خب هموطنا در جایی که ما نشستیم شاید تا چند روز پیش کاکو نور محمد همینجا روزگار خود میچلان به کمک شما می غرفه و تمام وسایل خریداری کردیم. ماها و هفته ها ما کرای خانه و خرچ خانه ش توسط شما برشان دادیم. اما متاسفانه که امروز دیگه از این دنیا رفتن و طفلکای نازنینشان که فکر کنم بچگه که کلانشان نمی است و کارگر خانه نمی گفتم میشه سرپرست خانه. واقعا دردآور است و در 3-4 روز من خودم هم گلون سینه و یای مکمل درد میکرد از سفری که آمدیم. زمانی که همسایه‌شان برام اطلاع داد دیگه نخواستم در خانه باشم آمدم که یک بار خبر از اینا را بگیرم دیگه. انشالله تعالی که یک بار بریم به خانهشان ببینیم که وضعیت از چی قرار است. واقعا دردآور است و از شما تقاضا میکنیم که این طفلکای نازنینه که از پدر ماندن و یتیم شدن تنها نگذارین و کمکشان کنین. حداقل ماهانه یک چیز بر از اینا در نظر بگیرین تا ای که ثواب دنیا و آخرت تان شود. بریم بچیم در موتر بشی. خب پیش روی بشی میریم دیگه. من را راهنمایی که کدام طرف بریم. برو. خب میریم دوستا داخل ببینیم که وضعیت از اینا چی قرار است. اینا کوچتان هم منوز اوار نکدین؟ اوار کردن هم در خانه. اینجا دیگه فامیل هم زندگی میکنه؟ این خانه شست. سلام برس اخباره. خوب است؟ ساعتت خوب است؟ خیرتی است؟ بخیر هستیم. تسلیت باشه دیگه. ما والا ایراد بودیم ما خبر شدیم آمدیم چیزی که رضای پروردگار. امروز 4 روز شده. 4 روز شده؟ 4 روز شد. کوچه هم از اونجا اینجا آوردیم؟ کوچه آوردیم از اینجا. اینجا دیگه فامیل هم هست؟ دیگه فامیل هم در بان هم هست. خانه هم هست. خب همین روزی که به حق رسید خو یک اول میدادین. حالا من حیث یک دوست ما میتونستیم. سلام مادر جان خوب هستید؟ صحت من خیر بخیر هستید؟ خطا شدیم دیگه جور شکر سلامت برده. تلویزیون اگه باش که در این خانه بیارم تلویزیون پرتیم برای بچگکا باش که فیلم مسایی میکنیم چی رسیم به خانه. خیر مادر خیر است باش که خب امی هفتید با این بچه بالا سرش برو خانه بگیر برای سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ وای چی بگویم دیگه. برو مادر تیش هم طرف. ای خدا اینجا بیا مادر این طرف. ای خدا تلویزیون از آدم خدا خاصه خانه بوده باش که اشتکا سیل میکنن تلویزیون فیلم پرتیم کارتونی را پرتیم کمی ماندم تلویزیون که گرم چپش نمیم البته این مذاق میکنن یا بالی سرش استاده چشمایش یکی سفیدی آمده و شبیه همسایه را تلبیستم چی کردم بیاد که ایره چیش تو را بیادر خوانده بوده شور من
باز چی کنم؟ باز دفعتا همسایه را خبر کنیم را پیش دکتر بردم تا که نصف را نفسش برآمده دیگه. 4 روز شده؟ 4 روز شد. این روز 3 بود. خدا رحمتش کنه. از اونجا باز کوچه اینجا آوردین؟ از اونجا کوچه اینجا آوردیم. خب اینجا باز کرامتین یا جمع دوستاست چی رقم است؟ کرامتیم. خب هنوز جای هم نشدین؟ جای هم نشدم، نه امروز بله بله. این همون فرش و چیزایی است که ما برتان آورده بودیم نه به کمک همتنا. بله و چیزای دیگه تانم اونجا هست هنوز دیگه؟ چیزا کاغذ هست وایدایز دیگه. خب حال یا این دیت فلکای چطور میشه؟ چی رقم زندگی خود پیش رفت؟ نه چون دیگه خدا تو دیگه دو. واقعا سخت است هموطنا. ما به ایراد بودیم، یکی از همسایه‌تان برای ما زنگ زد که کاکو نور محمد به حق رسیده. نمی 4 روز دیگه ما هیچ همی صدایم نمبرامت این امروز هم دوا بیایم در جیبم است که گلونم سخت درد میکرد و دیگه واقعا که یک آدم خوب بود. همیشه دعا میکرد از نماز جمعه که مبرامد برای ما زنگ میزد که دعا کردیم به حق شما و هموطنا و هر وقت که به یادش می آمدیم یک پیام میکرد، یک زنگ میزد. بسید خب انسان هیچ چیز نیست دیگه. خداوند او دنیا را خوب کنه. حالا اون خودش رفت این تفلکای شایندهش از خاطر ما میگم مادر بچه میترسید زیاد. میگم مادر اونجا سرما میه به جان ما میترسید. تو بچه قوگیریان کرد همیشه. یک بچه که دیگه کجاست؟ سایه بیرو از شما رفت نیافته نه سایه لا بیرو رفته. خب بچه کلان تمیز دیگه نه؟ نه او کلان است. خب بیا خداوند رحمتش کنه دیگه. پروردگار عالم رحم و روشنی خدا کنه سر شما و هموطنای ما که شما را میبینن. واقعا که همیشه کمک کردن. انشالله بعد از این ما هم در خدمت هستیم و هموطنای ما به مجرد که خبر شدیم واقعا که دیگه چیزی برای گفتن نمان و سخت است. بسیار بیادر سختی را بلکل. مگم اول خدا و دوم تو سرش رسیدی که واقعا میبینیم دعایت میکنیم. بسیار سختی و احتیاجی را تیک کرد که دیگه بلکل آجت گفتن نیزگاه خود بیخی سخت شد برشانی 4 تا بیستن پرد مشکل است. بیا خدا غفور رحیم است. انشالله ما هستیم در خدمتشان. چی هموطنا کمک کنن چی نکنن انشالله تا توانی که داریم ما در خدمتش هستیم. بخیر خداوند رحمان رحیم است. خب ما مادر از تازه سفر آمدیم. اینجا یک مادر ما خانم شیرین حیدری از آلان 6,000 روان کرده بود. گفتیم امیره به جای نشه به شما بتیم که حداقل یک سودا بگیرین. باز انشالله باز ما در خدمت هستم. 5,000 6,000 این میگه که برم تفلکایت یگان لباس یام بگی و یک چیز سودا. باز انشالله بخیر ما در خدمت هستیم دیگه. بیا یک دعا میکنیم خداوند پاک دیگه غریق رحمتش کنه کل گذاشته های ما و شما را و این تفلکا را معتبرت به ثمر کلان کنه که حداقل بتانه سرپرستی شما را کنه. مریضا را شفای عاجل کامل نصیب کنه و کسای کمک میکنه خداوند پاک خیر نصیبشان کنه. چی اگر پا چی داره پا پروردگار عالم داخرت به کارشان بیاره. او یتیمکایی که پروردگار گفته که به سرشان دست بزنی به مو اندازه‌ای که تار مویش است ما ثواب میتمشان. پروردگار عالم دیگه هر کسی کمک میکنه خصوصا به این خانواده اگر کسی کمک کنه ما
خداوند پاک دیگه دنیا و آخرتش خوب کنه، ما را هم توفیق عمل بده که برای هموطنای ما کمک کنیم. آمین. خب ما وظیفه خود دانسته با مجرد که خبر شدیم آمدیم غم شریکی کردیم. انشالله باز هم ما در خدمت هستیم. بخیر باشین دیگه. خداوند رحمان و رحیم است. این بچه میره باز یگان چیزا براتون بگیرین. خب صحیح است؟ بریم بخیر. به اجازه تان سلامت باشین دیگه. انشالله جای در جای شوین. زمستان هم در پیش است. هموطنا هر کمکی که از دستتان میشه برای هموطنای ما انجام بدین دیگه. انشالله ما همیشه در خدمت هموطنا بودیم و هستیم. ای که ما سفر آمدیم دیگه خبر نشدیم، اگر نه در جنازه شرکت میکردیم، از دوستا تقاضا میکردیم که بخیر باشین. شما فکر کنم مامای از این تفلک هستیم. بله از حال احوال از یاد دیگه شما گاهی دارین چی رقم زندگی دارین؟ بیخی دیگه امیال برشان سخت شد. بسیار سخت شد. امیال کرای خانه را من که از آدم گفتم صبر کو که من 2 روز شده که یاد نیمه. این آدم خود در زندگی خود 1 روپه بر از یاد ناورده. بله. پنج وقت همیشه خداوند اول مملکت ما را آرام بسازه. شما جوانا را برادر جان ما خود رفتیم. خب ما دل ما به این جوانا میسوزه که برادر آینده از یا باید جا مکتب بخوانن. بله. این یا به سرنوشت به مانند از این لک هاست. بالکل. با خدا تو یقین کو که من بسیار خبر میشنم که میشنم گیریان میگیرین. بالکل دقیقاً. خیری بینین. خداوند اجر عظیم بهشت برین نصیبتان. سلامت باشی بخیر. انشالله ما هر کدام از یارا به خیر و به خوبی کتشان همکار هستیم. چی هموطنای ما کمک کنن. هر وقتی که بند ماندین شماره تلفن پیش از اینا هست، برای ما زنگ بزنن. انشالله بدون از یک کس کمک کنه نکنه چیزی که از توان ما باشه ما در خدمت هستیم. تشکر. زنده باشی. خدا جان جور بده. بخیر باشه. انشالله این زمستان بخاری بیایتان خواست نه؟ خیر غم یک چوب ما با میخوریم. خدا مهربان است. اگر صندلی ماندین زغال، اگر بخاری ماندین چوب بر کدام شاه کشان گرم است. انشالله اونجا یخ بود. من گفتم اینجا حالا که آمدم مشیش آوردیم. اونجا سایرخ بود نه؟ حالا آوردیم خالی کردیم. گفتم برو از اونجا که خوب است برای ما شما میخوانی افتورخ یک صندلی یک بانی زغال بگیرین. خدا مهربان است. برای ما اجازه است پدر. بخیر باشیم مادر. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. ما چیز پوره نیست که بکنیم. بله. امروز میبینی که افغانستان کلش در بحران رفت. بالکل. خیر ببینین. سلامت باشین. چیزی که در توان ما باشه ای برای حال نیست، ای برای آخرت ما کار می. اگر یک نان خدا نیم میکنیم که یک هموطن ما پروردگار دیگه خودش مهربان است، میبینه که این بنده ما در این حالت با در این شرایطی که تو میگه دست قرآن میگه سر یک چی دست میمونی. بله. این فکر کو که دیگه اجر عظیمه. این گپ به این نیست که ما تنها نماز بخوانیم. نه این تو سر غریب. و پیشتر فکر کنم در پشت دروازه هم گفتی کلگی رفت تو چطور نرفتی. وقتی که من اینی حالتا را میبینم دیگه کی میتونم که مالا پرسان کردیم. ما خب همیشه شما را میگیدم. بله. پرسان کردیم به خدا پیش سرتان که کجا هستن یا باز از خودت گفتن که هستن. تو خود نیستی که تو بیادر خیلی بگوی مردم در چی من نیست. کل مردم است. یک آدم که رای خوبه یک تعقیب کنه وطن خدا اعلان نته او را کس دوست نداره. چی کنیم ملک مردم هم؟ ما وطن خود ما آباد کنیم. کافر آمد غیر ما شما رو به نیستی و نابودی کشید. چیزی که دار و ندار ما بود به میلیاردها روپا آمد. سای من خودم در نساجی بگرامی بدم. نساجی بگرامی یک 22 سال یک 6 سال که روسا بدم دفسوتر. سای بین این تقاوت ما را برادر اون خدا و نمو بدیم. حالا خاص کارماند ما رو کس نمیگیره. فابریکه سوخت ما خیستیم رفتیم پاکستان. یکیش پرسان کردم در داخل چی رفتم من قاشقا و چیزای خود یقین که اینو با وضوحم دروغ نمیگم. اینم چلک در سر شانش بود. من گفتم تو خود ما را خراب کردی. گفت کجا آمدیم؟ من گفتم لباسای خود میگیریم دیگه میسوزه. 10 بجه روز شورای نظار بود. 10 بجه روز حزب اسلامی در آمد. همون جای شعبه ندافی میگه و جای پخته است. هم یک مرمی که زدش خود چربم بود. صاحب یک دم
این کبریلا غرپاس یک ماشر خدا یک چیلک در سری بگست ما را خیلی خراب کردیم ما را حالا چی سود بردیم از این از این در بدری اینما تو گفت ما براتان دیگه جور میکنیم تو یقین کو که دروغ نمیگم بینمی زود تارت هستم گفت ما براتان دیگه این تا امروز اگر این صاحب تو یقین کو که ما بچه کابل هستیم بسیار جگر خوب این ستا لوگر جوانش غرق بود در این فابریکه او ستا بدخاک نخو بلد هستی بله بله این صاحب تا میر بچکوت او ستا بدر دیساب این ستا لوگر 7000 نفر جوان کار میکرد اگر لمو جور میشد پیسایی که آمد اگر جور میشد چرا این جوان ما همیاله که بچه ها را میبینیم کلش نخو میبینی کلش پشت نان قاق کسی 12 پاس است کسی 14 پاس است کسی بیادر 16 پاس است بیا میبرم که 16 پاس است اگر خطش رئیس جمهور داشت بخواه سعی کنی که لب دانش خوش جگرت کباب میشه کارم نیست کارم پیدا نمیشه دیگه از این چی تان همکاریتان یک جهان تشکر خداوند بهشت برین نصیبتان بگرده ما از این چی تان بسیار خوش شدیم سلامت باشی پدر شرایطی نمیان گفتم ما که مردکه دعوا کردم گفتم باش که من کوچ از ایره ببریم که ما کرایت را ما برابر کنیم چند ماه کرایش مانده 2 ماه 3000 بود نه 5000 از همون خاطر آوردم گفتم مالی خود نمیتونه در خانه لب سرک که بوده بی بی جی 5000 بود 4 نیم خب بیادر کلانتی هست دیگه نه باز دوم تو هستی نه مامایشون هست من میگم کلان است مادرش میگه نه این بچگک نام خدا و شیاره ایره من اونجا خبرش میگیرم سر کارت باشی خب مکتب هم برین بخیر باز انشالله ما در خدمت هستم بخیر انشالله که همکاری و کمک میکنیم سعیس بچه مکتب این زیاد دوست داشت بیادر گریه میکنه پشت پدر که دلاسای از بسیار برمون مشکل است چی میگی؟ خیره بچه خیره خیره بچه واقعا سخت است خدا هیچ کس را به پدر و به مادر نسازه و هیچ خیره بچه من ما هستیم خوب مامایت هست کاکایت هست انشالله خبرت میگیریم خوب دیگه او را خدا ببخشه فقط دعا کن تو گریان کنی باز اون آرام میشه بچه یک ذره